من خودم Россия мерам. عروسم دهیجا چی میشیده باشه باز زمانه را میبینی بعضا از رفتار آدما دل زیغ میشوه من چه خیلی باور کرده برم عروسم ده ای خیلی میگن که اساس در زندگی باوری باشه خیلی بازی پیش سوربان میرم کوی از سویت پرسم ای سوربان بیا بدرو سلام علیکم سوز سعید خوبی؟ سلامت بگذار بشی چه سوربان سلامتی ها احوالا کار و بارا همان است شکر خدا هزاران بار این کدام شمالات رای طرفی ما آورده یافتیم کارا چه خیلی سعید؟ خیلی ما هم وقت در جستجوی برادرایم چی حال داری دیگه سوزی؟ اما نه از شکر خدا کار در آمدی یا که حالی هم دیپلم خانه در خوابه من را میگوی خودت چی؟ فرمان چی شید؟ شد دویدگی؟ ای فرمان تا میبروی که یک پرای سرمون سفید میشه نصیب کرده باشه به نزدیکی هم میبروی و در سود فعالیت میکنه آدم را گرفتنیم 30 سالش نمیرسد و فکر من نظر قانون هم چیز اجازت نیست همین صاحب میگم روم کمتر کار کنم تا وی 30 سال وی رسد و بیام بگیرم هوا که خیلی نظری قانون بگیری اجازت نیست نابالغ زن کرده گرفتن بعضا حالتهایی هست که به طریق سود یعنی عریضه می نویسی و حلنامه که برو بر سود اجازه داد بعد میتونی که 30 سالش نرسیده هم بزنی بگیری اون رو به همین سبب میگم برم رسیه نیک با خاطرم که دختر یا شاید بایم که سرش تام نتیه و شما میشناسینش تامندنی مرا امیدوارم نگاهش میکنه اگه برادر یک گپ که آدمی که بیعقلی را میکردنی باشه در بدن ختم همون بیعقلیش هم میکنه به همین خاطر سویت ما همچون برادرانه درته که برای رسیه حواله را بر خدا بسپارو برای پای کارات باشه ساق سلامت که اوجا برگشتی اگر که این هم نشید با یک از دیگر زن میکنی میگیری من گفتم یکم گپی ساز میگوی تو خیلی خودت میدونی برادر چه خیلی که معقوله تا خیلی ما همینجا داریم با کمون بیش نظارتش میکنیم نه که به هر حال یک بار اون دختره که فیراد که نزدیک قطعش یک صحبت جدی بکن مقصد زندگی شما آینده ای انتخاب یک دیگرتان با پشیمان نشین خب سوربان با خبر نگیرم انشاءالله بله سعید پناه به خدا اگنی ما همینجا داریم زن بیا با انشاءالله با فکرم که مسئولیت خوبش دادم که یک بار برای پیش نزدیدش و یا هم صحبت شوم با این سعید حتما پیش من میوید مرا با خبر میکنه که چی گپ شد خیلی من انتظاری اومدن همون میشم که چی گپ میشم برادران و خواهرانی که در شهر مسکو قرار دارند و نیتی گذشتن از سرحد را دارند به شما یک برادری تاجیک را توصیه می‌دهیم که شما به آن شخص مراجعت کنید شما را از جای درکاری گرفته از سرحد می‌گذراند از مسکو به تاجیکستان و از تاجیکستان نیز به مسکو سفر می‌کنند و اینچنین از نام کانال ما یعنی یوریستیجی به آنها مراجعت کنید و به خود تخفیف‌ها بگیرید در رقم‌های در اکران بوده در تماس باشید